اسیت شمالی روسیه یک شهروند 25 ساله تاجیکستان را بر اساس قسم 4 ماده 228 کودکس جنایتی روسیه در کوشش فروش مقدار بزرگ مواد مخدر گناهکار شناخته به 9 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. در این باره روز 6 ایول پروکراتور اسیت شمالی خبر داد. بنا به فرضیه دادگاه و دادستانی نویه پرمیشلینی شهر ولادیکاوکاز، جوان تاجیک ماه اکتبر سال 2020 با یک نفر شخصیتش برای تفتیشات نامعلوم مصلحت کرده. بر اساس آن مصلحت با اتوبوس مسکو ولادیکاوکاز به اسیت شمالی هروئین آورده است. او سپس با مقصد فروش این مواد مخدر را در 5 مخفیگاه پنهان کرده میخواست سراغهایشان را به شریک خود بدهد، ولی دستگیر شد. وزن مواد مخدر از این مخفیگاه ها یافت شده 64 گرم را تشکیل داده است. شخصیت شریک این قاچاقبر تاجیکستانی را تا حال معاین نکردند و پرونده او در دست تفتیشات باقی مانده علیحده تفتیش و بررسی باید شود. حالا در روسیه تقریبا 8000 شهروند تاجیکستان در بازداشت یا زندان قرار دارند. تقریبا 30% آنها بنا به حسابها با جرم قاچاق فروش مواد مخدر و جنایت‌های مربوط به مواد مخدر پشت پنجره افتادند.